سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام این گل تزئینی رو بهتون یاد بدم که شما میتونین انتهاش رو ساقه دوزی هم بکنین برای روی کت و مانتو اینا. اینم یه رنگ دیگهشه که از یه تیکه روبان تشکیل میشه و به صورت 2 تا برگ در میاد به این صورت که شما میتونید همین 2 تا رو زیرش رو ساقه دوزی کنید همونطور که گفتم، یا نه 2 تا دیگه، یه دونه دیگه درست کنید رو برش بذاریم و به صورت یک گل 4 پر در میاد. برای این کار به روبان نیاز داریم عرض 2.5 سانت که من اینجا 15 سانت انتخاب کردم برای دوخته این برگ گلبرگ، ولی اینکه شما میتونین تا 10 سانت هم انتخاب کنین. خب اینجا من 15 سانت از روبان با عرض 2.5 سانت هم رو جدا میکنم. حتما 2 طرف کار رو هم فندک بگیرین. حالا ما به چه صورت باید این روبان رو تا کنیم؟ بچه ما باید این روبان رو به صورت ال انگلیسی تا کنیم. ببینید به این صورت تقریبا از وسط روبان، یه بار دیگه این کار انجام میدم، ببینید به این صورت تا میکنیم. حالا از یه سمت دیگه هم این کار انجام میدم از روبرو که متوجه بشیم به این صورت. یک سمت دلای بسته میشه، یه سمت هم که دلای باز. اینجا رو هم یه دونه سنجاق ترکیب میزنم که قسمت فیکس بشه این تا خوردگی به این صورت. حالا من اینجا میخوام شروع کنم به دوختنش، چینکش کردنش. فقط با یه رنگ نخ دیگه این کار انجام میدم که دقیق مشخص بشه. شما حتما با نخ هم رنگش این کار انجام بدین. حالا باید کدوم قسمت رو چینکش کنیم؟ بچه ببینید این قسمتی رو که کارمون دلای بسته هستش باید دقیق چینکش کنیم اول تا آخرش. قسمت دلای باز رو انجام ندیم. قسمت بالا کوکاتون هم نمیخواد کوچیک و ریز باشه، همین 1.5 سانتی باشه خوبه. به این صورت که تو تصویر میبینین من شروع میکنم به چینکش کردن کار و تا آخر این کار رو ادامه بدین. به این صورت و نخ رو میکشیم همونطور که میبینین. همینجور که دارم نخ رو میکشم اصلا این 2 تا گلبرگی خود به خود درست میشن به این صورت. حالا چون روبان من مجستیک 2 رنگ بود، کلا کارم 2 رنگ در میاد. شما میتونین از یه رنگ استفاده کنی یا نه. یه سمت رو حالا اگه این روبان های 2 رنگ رو نداشتیم با آب رنگ یا رنگ پاچه رنگ کنید اگه دوست داشتید. حالا زیر کار رو کوک میزنیم که کارمون فیکس بشه. به این صورت با دستم اوکی کنید و اون قسمت از پارچه یا کار که میخواین اینو بذارین و فیکس کنین. 2 سمت گلبرگ که اینجوری آزاد هستش من سوزن رو در میارم و این لبه های گلبرگ رو به داخل به مرکز کار ببینید به این صورت کوک میزنم. این قسمت رو هم همین کار میکنم.
به این صورت حالا باز میتونید انتهای کار رو ساقه دوزی کنید یا نه مثل من مثلا رو به قول معروف مروارید و اینا بدوزید که من اینجا برای اینکه وقت گرفته نشه از سنجاق های تحکیل استفاده میکنم. حالا شبیه سازی میکنم که فکر کنید نمیخواین رو به قول معروف مروارید و اینا بدوزید، ملی، لیمون، جو، پولک، سنگای تزیینی میتونین هر کدوم که دوست داشتین بنا به سلیقه خودتون روش کار کنید. به این صورت باید این قسمت رو طوری پر کنید که اون نخی که دوختین دیده نشه و به این صورت کارمون آماده است. میتونید چند تا از این درست کنید و توی کارهاتون استفاده کنید برای تزیین.